درود و دربات بانو کو واجهان و شاد که گپ و تران اولی بهرا مرچگی موضوع میں بررسی بلوچستان وضعیت چه 90 سال حکومت شاه و ملا واجه ناصر بولیدی بلوچستان استمانگل دبیر کل مرچی میں مهمانیم. واجه بولیدی و شاد که میں برنامه باستی مهربانی جان زیب جان باز واشون که دیوان هستم تمیدا پیش چهار چیزی ما چه آریان تیوی سنگتان و دوستان تمام گیرم تشکر کنون که این فرصتش دادد که دا بلوچی پروگرامی ببیتین و یه من پهر بندون که اولی پروگرام همشیگا منو دعوت کتاکس من مهربانی زندگ باته. پیسر چهار چیزی ما یک گزارش پخش کنیم بعد چه گزارش ها ما در خدمت شما و بانو کو واجهانی که ما چارو کو اشکنو که هستیم. بلوچستان سیاسی راشون و لیدرانی باور همیشند که یه 90 سال برورد په بلوچ راجا همیه بیتگ که بلوچ راج مدامی چه ایران حکومت نیمگا شاه بگر تا جمهوری اسلامیا بلوچانی بنیادی اک دالچار و پادمال کتگ. ایران حکومت اداره آنی وطی داتگی آمارند که سال 98 گرماگی شنگ کتگ چه کل ایران گیشترین بیروزگاران بلوچستان آند. باری چه بلوچستان مردم مجبورند که سوختبری بکنند. باز این سوختبری چه ایران سرکار مامورانی دستا اروچ کشگ و زدگ کنگ بند. چون ما پیش ایران حکومتا یک روچ تا 40 بلوچ سوختبر کشت. یه مسئله سوب بید که بلوچستان پاکین شهر چه دوزاپ و پهره بگر تا چابارا بلوچ معلوک یک مزنی زهرشانی پا ایران حکومت علاپا بکند. بین المللی سازمان گوشند که یه زهرشانیانی تا 23 بلوچ کشک بیدتگ. هنچوش که آدگه بیباری چه ایران حکومت نیمگا گشترین بیسوادی و سوء تغذیه هم استند. یکی چه اجدریین دالچاریشند که بلوچان ایران مدیریتی سیستما مشارکتی نیست و ایشی پیش دارید که ایران حکومت چه بلوچان بی اعتمادند. بازین زانتکار و کارشناسان گوشند آسین جاور تیاب اکبرا سوب بیتگ که ایران حکومت پوتی حکومت سوب مندیا لاته مزنه نظامی و اقتصادی تر اجرا کنگین. بله یه تهران پا بلوچ معلوک کا اجبار سوب مندی نبیتگ. نوکه مشکلی که انی 1-2 سال تا بلوچ معلوک کی پریشان کتگ ایران سرکار یک مزنه تاره که گون هندوستان کمک و همکاری لوٹید 5 میلیون نفر چه پارسان بیارید بلوچستان بنندینی. یه تاره مقصد اشید که ایران حکومت لوٹی بلوچ هم بلوچستان هم یک اقلیت بکند و یه ملکا ببار تو بلوچ زبان و دو ربیدگا گار بکند. ایران انگین سرکارا پا یه تار کار بس کنگا شهرک سازی و تی بونگیج کتگن. دیگه یکی چه ضروری سر آلانشین که ایران حکومتا یک مزنه پادمالی چه 40 سال پیش بونگیج کتگ. آمار پیش دارند که ایران حکومت بلوچ زندانیا کم چه کم سال 50 نفر اعدام و پاو داتگ و بازین هم گون آزار و اذیتگار و بیگوا کنگ بیتگ. بلوچ آزادی پسنده و حقوق بشری سازمانا بازین وادیند که یه باروا کوشش کنگاند. یکی چه مزنه جود و کوشش بلوچانی همیشند که وطی ملکا چه ایران مرکزی حکومت اداره در بکنند و بلوچ وطی وطمستری برسند. پا وطمستری رسگاه بلوچی سازمانا پیسرا فقط گون آگاهی رسانی که نوکه نسل سرپد بکند سیاسی جود و کار شروع کتگ. بلوچ جوانانی انگی نسل وطی یه آگاهی رستگ و انی بلوچان و بلوچی سازمانا بلوچستان آزادی بس پیشکش کتگ تا بلوچستان چه پارسان حکومت زور و ظلم چیره برک کند. بلوچی دو ربیدگ، بلوچی زبان و بلوچ معلوک که وطمستری من بلوچستانا پا آسری برسید. امی باریا ما چه واجه بولیدی جز کنیم که ایران حکومت یه 90 سال وضعیتی که هستنی باره چه مشکلات ما همی گزارش تو کدید ما انی چه واجه بولیدی سوال کنیم که چی واسطه ایران هدف چیه پا یه مشکلانی جور کنه. سلامت وادی که ما شما گپی گوشنیشین که یک ملتی تحت ستمند ظلم چیرایند یا پزور یک دیگه کشوری بحری کنگ بودتگ آ کشور کوشش کند که مردم جهل بداریتین پشتش بداریتین و یه سیاست نوکین سیاستی نه چما زمانه که انگلیس بلوچستان تو کرد که همین سیاستی دیما برده بازی نویسنده کارشناسی که ایران سیاست باره بلوچستان باره نوشتهش که ایران اما به اصطلاح انگلیس سیاست بلوچستان باره ارث برده در حالی که چون ایران چه پیسر هم حاکمان تهران بودن
درو مردم ایران به مطلب نه پس آنی که تهران حاکم بودند آنی که اصفهان قدیم حاکم بودند صفوی بودند قاجار بودند پهلوی بودند یا نگاه مولا خمینی و خامنه ای مردمند ایشان هر یکی همی بوده که بلوچستان پشت دارگ بیتیم و ایران زمانه که شایگاه هم خالد بریا عباس خالد بریا یه بار که بلوچستان باید ما از لحاظ اقتصادی پشت بداریم هویدای خبرم همی بوده که بلوچستان شهرین جاگایی جیوپولیتیکال جاگایی سهولجشی جاگایی این مردم میدا اتفاق کپته در زندگی کنگند شما مواجه در بکنین و هنگاه هم میدا با کتابی گزارش هم هستد پدا ایران حکومت هنی برنامه هستیم بلوچستان 5 میلیون دیگه مردم بیاری بلوچستی مردم هم همی اکثر گندک بود جا و مکانش نیستیم وقتی ملک تو کا بل دیگه مردم لوتی بیاری یعنی ایران حکومت واحد همشیند که بلوچستان گار ببیتند بلوچ نام گار ببیتند هم یک بلوچستان لوتی بحرتر بکنتی درستین واحد همشیند که بلوچستان گار بی و بلوچستان سرزمینی ببیتند که آبوگشن که دا فارس و ایران هم گجر ملک دیگه دا بلوچی ملک نهند و پمی خاطر ما بلوچان تیمتر ما تو گپ جنه که چطور کاوتی بلوچ بوده دارک پماش مساک مهم خاص بلوچی زبانه زندگ باته بلوچی سازمان یه باره مثلا چه تلاش هایی کتا که بلوچان آگاهی رسانی بکنه و چطور یه مسئله جلوگیری بکنه برای بلوچان که باید وقتی کوشش بکنه که یه مسئله جلو گرگ ببید شما یه باره هم واسطه توضیح بدید. بلوچ قوم شما اول از آنتگی که بلوچین. اگر تو تاریخ بروید بلوچستان سرای گشترین حمله یک بودند آماچی بودند چه مرچگی ملکی که ایران بودند. هم بلوچی شهرها شولان هم هستیم پاو چند تک چه ایران جاگاه نبی چه ایران. یعنی چما وادی گدار یک تضادی بین آچیزی که ایران حکومت بودند و بلوچ بودند شی بودند شی نوکین چیزی نیند. و بلوچ هماویدی هم زانتک ما بلوچیون تو چه بودی بلوچیا چه بودی ملکا چه هر حکومتی که اتکا چه فارسی نیمگا بودتک چه ترک نیمگا بودتک یا چه عربی نیمگا بودتک یا چه رندا پرتغالی و انگلیسی نیمگا بودتک هنی پنجابی و پتان و پدا فارسی نیمگین چه بودی هویت دفاع کتک حزبانی واقعا همیشیند که اگر حزبی هم هسته چوک مثلا حزب مردم بلوچستان یا دیگه حزبانی که هستند واقعا همیشیند که بلوچستان یک روچ مردم بلوچ کوتی حق واسطه پادکایانند بلوچ دیگه شهری هستند گوشی آبشون جن لوگانیگا حزبانی کارشینند که مردم هم ضرورتا مردم سازماندهی بکنن زمانی که مردم کاری لوته انجام بدهند ضرورتا نشینند که مردم بگوشن شما باید بیاید درا و جنگ و جیره بکنه حکومت مردم وقت زانا کدی کارام بکنند حزبانی کار هم آبشون جنگند و یک کارا حزبان مثلا همشید که ما که خواسته حزب مردم بلوچستان کوشش کتا که بلوچ نام گار مبیتیم بین المللی سیاست تو کا همیشه که دیست مثلا پرچم بلوچستان مثلا مطرح کنگ بیتین بلوچستان موضوع تا سوئد پارلمان بیت تا دانمارک تا آمریکا سنا و کنگره و بانتین تا سازمان ملل بی ژنو یا نیویورک بلوچ محلوک توار برگ بیتین یک حزب سیاسی همه کاری که مردمان ودی کوت نکنند تا بخش بین المللی انجام بداتین و همین دا بلوچ محلوک یا برای بوشک تا اول بلوچیه تی سرزمین تی زبان کو یک دیگر وابستند و تو یک بلوچی اولا رند تا اگر وقت مذهبی هستند مسلمانیه اگر زگریه اگر هیچ خدای اعتقاد نیست تی رندگی نبرین و اگر هم تو دیگه ملتی زندگی کنه چه ملت فارس بی یا کرد بی یا ترک بیتین پا یک حساب کتابی بیتین که بلوچ حاکمیت گار مبیتین و حزب سیاسی یه آگاهی جور کنه یه تعلق یه خواسته و یه فرمول کنه یه سیاست اند و یه پالیسی اند به قول انگلیسان و ایشیا مثلا ما زانه که مثلا حزب مردم بلوچستان چه یه دیگه حزبان توتی دوره گشتر کار کنه درسته ما پسرچه سوالا 18 سالگرد تأسیس حزب مردم بلوچستان شما را و حزب مردم اعضا و طرفداران تبریک گوشین بعد شما پا ما را گشتر بگوشه که حزب مردم دقیقا حزب مردم یه آگاهی رسانی واسطه چی کتک و شما یه آگاهی رسانی که بلوچستان تو کتا چه اندازه یه آگاهی مردمان تو که گنده حزب مردم بلوچستان چون نکات بودند که یونیک بودند یعنی بی همتا بودند نسبت به دیگران یکی شیک شما اولا کرد که حاکمیت مردم مطرح کده بلوچستان مردم حاکمیت مطرح کده که بلوچستان بلوچ سرزمینه شی پیسر ترکسه گوشته مثلا خود مختاری ما لوٹیں یا ما استقلال لوٹیں مزان استقلال هم شهرین چیزی خود مختاری هم شهرین چیزی بله ضرورتا آزادی تامین نکنده بعضی کشوری بودند آزادیش بودی گفته بله
دموکراسیش نیارده که مثلا دموکراسی و حاکمیت و دموکراسی مثلا آزادی و دموکراسی شانه مثلا رابطه یک دیگر گو حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم ها این چیزانی بودن پیسر مردم مثلا شری سر فرمول بندی از سیاسی نمیتونه که مردم نزانت موتی حق لوٹیں ولی هر چیز سیاست تا هر چیزی کنه باید با آیا یک رهبندی سر انجام بده شی کاری که از مردم کوتا دیگه بازی حزب تا ایران که بوده گند یه حزبان گشترینانی گپ می بوده که مثلا دموکراسی په ایران و خود مختاری په بلوچستان آبادی بوده و پدا فارسی زبان مشترک زانته ایشی ما گوشو یه افتخاری که از مردم هستند شد که از مردم اولی حزب گوشتی که نه ما را زبان مشترکی کردان و ترکان و فارسان و عربان و لوران و مازندرانی ها نیه ما بلوچ ما زبان مشترک بلوچی هند دیگه زبانی چه انگلیسی بیشتر چه فارسی بیشتر چه عربی بیشتر چه دیگه زبانی بی یا زبان ارتباطی هند و هر ملتی زبان وتی منطقه تو که باید اولی زبان بی بلوچی زبان باید بلوچستان اولی زبان بیته ما را زبان مشترکی گو دیگه ملتان نیست ما زبان مشترک گو بلوچان افغانستانی گو بلوچان پاکستان هم هرچی هستن بلوچستان شرقی نیمگا او گویانیت ما زبان مشترک پرچی بلوچی زبان مشترکه فاجیگین زبان ما بلوچانی و یکی دیگه چه از مردم کارم ته یکی دیگه همین بوده که از مردم کاران که نه بلوچستان شرقی زبان سیاسی کته و حتی ایران زبان سیاسی همیشه چو پیشرفتش نکته آبادی حزب مردم جز اولی حزبانی بوده که رابطه بین‌المللی جوری کته و شما تو بگوشم که یه کاری که از مردم کته یه دیگران رند سکته که کار انجام بدن تین حزب مردم شاید یه دیگران کم و باز دیماتر سیستماتیک پداشی نه که مثلا مردم گوشک نبی هیچ کسی یه کار نکتگن ولی کاران سیستماتیک انجام ده یک رهبندی انجام ده دقیق انجام ده ایش یه کارانی بودند که از مردم بلوچستان انجام دادند و این دقیقاً چمی خلوص نیت و همکاری و دوستیه که ما از مردم سنگتن توکا بودم ما یه کار دیم آوردند زنده باته حزب مردم دیگه ملیتانی که ایران توکا به ارال تحت ستم هم مثل کرد ترکن تو عرب و گیلانی و مازندرانی و لور و دیگه ملتانی که هستن ترکمن شما ارتباطی با عام ملتان هستین و یه ارتباط تا چه اندازه موفق گندگاه و همکاری و دیگه با دیگه ملت هم یک من تو دانشتگی یک کشمش می ارتباطان حزب مردم بلوچستان پیسرتر مشور بلوچ پروگرام است تیشک تیویا یه هم کردانی حزبانی گتن نگاه دا هم مشور تی کرد برات گوارانی امکان دادد که بلوچی پروگرام بیتن تیچ همه ارتباطانند که از مردم هستند و از مردم کوشش کنند که بلوچ مسئله سرا هر کسی کلوتی خبر بکند گویی بلوچ مسئله پیش بکندید و بلوچ حساب نه په دیگه حسابیا دیگه حسابی بیتید که ما مثلا اولا مسلمان یا ما اولا ایرانی چین گپی نه اولا ما بلوچ تی حساب ما هر کسی لوتی گما خبر بکن ما گونی خبر کنیم ایشی با ما فرقی نمیته همین حساب ما گوی ایرانی گروپانی که فارس بودند شهر دیگه ملتانی چون که کردان اوخشان که رابطه سک نزدیکند و همیده بابت عربان همیده بابت ترکمنان همیده بابت ترکان و چون فارسی سازمان ها هم گروه فردیان هم آنیک سیاست تو که کار کنند و تا همی رابطه جور کردن که بلوچ مسئله مطرح بکنن هم آدم با سوئد پارلمان بیتند هر کشوری دیگه که بزانت بلوچستان باره لوتی بزانت ما لوتی بلوچ مسئله چه بلوچ پروسپکتیو مطرح بیتند تا چیزی که ما مثلا حزب مردم ما پروسپکتیو هستیم در مسئله بلوچستان ها آیه ما مطرح بکنین نه که مثلا یکی دیگه بیت بلوچستان خبر بکنید یک کارانی هست که حزب مردم بلوچستان در این سطح انجام دادن و مرچی ماشو گندگی تا ارتباطی که حزب مردم از لحاظ ارتباط بین سازمانان ایرانی هستند من خلاصی هم یونیک حزب مردم بلوچستان من خلاص هر تشکیلات سازمانی دیگه تو بگشه ادا هم حزب مردم بلوچستان سوبنتر بوده و گشترین رابطه ای هستند و هر کسی اعتماد کنه بخاطر که زانه حزب مردم خبر وتی خبری هستند و هر کسی نیندی بوده برکند و ای بلوچ پروسپکتیو خبر کنید اشیا لوتن بزانند برابرن شما پیسر چه یبران در مورد زبان بلوچی برکوز شما باش که ایران حکومت پر لوتی زبانگار بکن یا زبان مشترک و غیره و ایشن که بلوچ معلوک زبان رسمی و مشترک بلوچی زبانه که بین چند کشور تقسیم بیتکن و بلوچی زبان درسته برکنند شما بلوچی زبان یعنی چه وضعیتی تو که گندگاه و شما ایال تو که بلوچی زبان و بلوچ پر کوشش کنن یک کوشش شما موفق گندگاه یا ما بلوچا مشکل هستند که تی زبان تا حاجت نتون تنگی شیر سر تی زبان دیما و برند شی خب هر دلیلی و هستند شی ایران حکومت ما را بند تا ولی چیزی مشکل ما را بتا و تا چیزی شی بودند که ما را امکان و سامان و وسایل نبودند که بلوچ زبان دیما و برند بله هنی ما گنده و همی ودی که ما همی راه پیدا گتوند مثلا یک کلیه دیست بلوچانی که دی بحری کنگن ترجا واتساپ و اینگوان گو که بلوچ کلاس شروع بودند هم تا سوئد هم بلوچ کلاس هستند
ما را وقت هم بلوچ کلاس بود تا وقت هم یاد که هم دماشا بلوچ زبان باره بلوچ شعر شاعری باره کلاس بود بله هنو کرونا بند بود امید چه دیم سال بعد بونگیجش بکنه و بلوچ زبان سر انیگا ما گنده کو که کوبی وای مزنی چست بود هم آدم کو گشت ما بلوچ سرزمین بلوچ زبان گو یک دیگر یک کند یعنی ما باید هر کسی به بلوچستانش مثلا چابار بعد یک شهر 10 میلیونی بود همه دا گوادر هیچ ایرادی نیست در دنیای مردم بیان بودا بلوچ کام بلوچی خبر کنه اما تو میاد که سوئدی نسکتا بود لوگا بلوچی خبر کنه مسئله نیست اما دکتر هر چیزی تو جاگا هست تو یه لوگی خانواده تشکیل ده اور خانواده اگر جنینی هستن جنین باید اول بیتین اگر مردینی هستن تا مردین باید اول بیتین بودا چوکی هستن چوک باید اول بیتین همین تا زبان هم همین دابه بلوچستان هم یک مجموعی چه یک سری هویتانند یکی چایام اسم سرزمینند یکی چایام اسم زبانند یکی چایام اسم بلوچی تاریخند یک بلوچی اسم کچ و رهبندند که بلوچستان تو که هستند امیدوارم که تلویزیون واشوشان باره امروز گپ بزنه و آیانت که آباد بلوچستان اول باندین بلوچ کچ و رهبند اگر تعویض آمیز جنین سرا یا دیگه معلوک سرا یا اجتماعی لازا بلوچستان آزاد و زکات هایی آیان باید ما دور بکنه و آیان سازمان ملل حقوق بشر حساب با دیما بیاریم پرچه ما مدرن دنیا لوٹیں گویی بلوچی وارد بین نه که مثلا دیگه نامی وارد بین آچه نام ایران بی یا دیگه ملک نام بی نه ما لوٹیں گویی بلوچی ناما نوکن دنیا وارد بین ما دیگه نامی وارد بین همین دا مرچی ماش گندگی بلوچستان چطور بازگند چطور بازگند پرچه آی تر نیلیا شهری سر بیای نوکن دنیا ور بگم آی تر همین دا بازگندن که تی مالا و بارتن وقت شرط دیما برافتن بهتر همشید که بلوچ گویی بلوچیا و سازمان ملل حقوق بشر سازمان ملل متحده وقتی نوکن دنیای بونگی جو شروع بکنه درسته بله انیگه شرایطان تو که ایران حکومت فارسی زبان بوده برال تحصیل بگی مدارسان تو که درسی دیگه و بلوچی زبان بوده ممنوعه که درس دیگه نه لگیم انگل اوتی 5 میلیون نفر بلوچستان دریا ساحل بنیندینید و با این وجود شما نظر چیه شما حالا مثلا بلوچ توانه انگه و تا حفظ بکنه یا یه چیز جلوگیری بکنه یا نه و چه فعالیت های شما در باره کتاب سلامت به بچه یا که ایران حکومت چه لوتی تند چه ایران حکومت نوکین گپی نیست بلوچ آمد تاریخی 2000 سال پیش هم وطن و شیروان زمانه که تاغت و ایران حاکم جنگ بوده چه ساسانیانش بیتن ساسانی هم مذهبی حکومتی بوده و صفوی هم مذهبی حکومتی بوده هنی خمینی هم مذهبی حکومتی شاه هم مذهبی حکومتی بوده آیا هم کوشش کو بلوچان شیعه بکنن یک مثلا یه شاه سیکولاری بوده شاه سیکولاری نبوده شاه ساکن مذهبی مردمی بوده و شیعه حسابا اشنت که بله بلوچا یک ایران لوتی تیم بلوچستان گار بکنن تشین وکن خبری نیند و هنیگاه هم ایران نتون بلوچستان گار بکنن خاص ما یه زمانه گا پس که ایران هم پداوتی توانایی نیستند ولی ایران کوشش کنگید و ایران لحظه جاگا موافق هم بوده چون مثلا سیستان علاقه چون مثلا نگیندگی زایدان مثلا دیگه جاگا هم یک بلوچستانی بحر کتا چون بحری کتا بحری داتگی مثلا هرمزگان نمیگیم بحری مثلا داتگی کرمان نمیگیم چون بحر مثلا خراسان نمیگین ایران حکومت واقع همشین و بلوچستان ما درستگینا ما ویوادی که چه چیزی پیش کردید ما شان خوب الله بین المللی مطرح کنی شما ایران هم مطرح کنی مثلا ما تا یون پی آی موزان شری سر دیم برگید بتوزن باز چیز اصلا سیاسی که توشان هر روز اخبار و نیاره نه توشان از طریق شیک سازماندهی کنه که دنیا پیش بداره که چطور که لحظه امپریالیستی کار یا نیو امپریالیسم کار دیم آره بگند یکی شید که ایران بلوچستان سرزمین دموگرافی بدل بکن بلوچستان منابع طبیعی هم بارتین و پاداش تورکا مثلا ننو چین یارگین تو دا که چین مثلا بلوچستان بزوریتین و ایشان حسابات تورکا ملکانی مثلا زر مالان بارتین و چین شتانه که بلوچستان نکنگین شاید ایران دیگه لاکن چون مثلا آواز لاکن یا کردستان لاکن یا مثلا بروید سریلانکا یا تا بروید آفریقا یه پروژه دیما برگین ایشان حسابا نیما مثلا کوشش کنگین دنیا سرپد بکنین که یه مشکل اساسی هستید و ما همیه برام کنگید که تنها بلوچستان تا غربی بلوچستان شرقی بلوچستان و پاکستان نیمگان بلوچ همین مشکل هستند سند مردم هم همین مشکل هستند گلگستان مردم هم تا پاکستان همین مشکل هستند نیه طریقه ما گو همین ملتان دروسینا یه مسئله بین المللی لازم مطرح کنگید که یا کشی کشتورکا یه دابین امپریالیستی ملک که تو که تو امپریالیسم دیما بنا چوکی ایران و یا مثلا چین که نوکین امپریالیسم و تجور کنگین ایشان چطورکای ملکانی مالان برندین ایه طریقه مردم یاگای جور کنگین هم یک ایران لوتی مردمان بیاریتین بلوچستان چون که لوتی بلوچستان دموگرافی آواز بکنتید یعنی سازمان ملل قانونا هم هستین
که به اصطلاح چیزان تو هستند که کشوران نباید کوشش بکنند که ملتانی جمعیتان بدل بکنند. سیستماتیکی جمعیت تغییر دهد سازمان ملل هم قبولی نکردند و ایشان تمامگینا ما مطرح کنگید. حالا ما مثلا امکانات چو باز نه انت میاد کنه بلوچان چو باز نه مشغول تیوی تانگا نیستند. ما امکانات چو باز نه انت که ما سیاستی که ما دل کشیدیم دیمی بریم. ما زانه که سیاست تو که چی بکنیم بل ما را سامان و وسایل و امکانات نیستند. این زر نه هستند نادابی مردم چشم بازی نی هستند. مردم تروا درگیجه پرچه مردم تر کس حقوق ده پتو کار که انگلیسی بیشتر یا دیگری بیشتر. بل تر اگه زر ببیتونه کار بکنه تو ژنوا کار بکنه تو نیویورک کار بکنه تو واشنگتن کار بکنه و دیگه جاگه دنیا تو کار بکنه بلوچستان موضوع مطرح بکنه. ایشانی سیستم ها و ایشانی راه مردم در گرفتگند. این خب امیدواریم دیم ترا ما همین داب هم بیتیم و بتونه ایشان الله سیستماتیک دنیا دیم و بریم و بلوچستان حق وتی حاکمیت و وتی آزادی ها الله ذوقی هم. یعنی نوشتار هم هستن که متونه استفادهش کنید بلوچستان یک مستقلین و آزادی ملکی. شما بلوچستان مستقلی و آزادی اشاره کرد که نوشتاری یه چیز است. شما یه باره هم بیشتر توضیح بدید که مثلا بلوچستان استقلال باره چه نوشتارهایی هستیم و اساسا چی واسطه بلوچ هم از زمانی که برای تاریخ باشی که بلوچستان اشغال بیده چی واسطه بلوچ از زمانی که نتوان جلوی حمله خارجی بگیرن تو اشغال ببند توسط همسایگی ملتان. یه دو مزنی گپ پند نه یکیشی که بلوچستان وتی ماستر وتی حاکمیتی وقت بیتن اشیا همیه که بلوچستان وادی که انگلیس بلوچستان در کرد خانقلات اعلام آزادی کرد دیگه اشیا که آب بحر بلوچستان غربی نیمگا گپا جنی مارچی که ایران دستاین دو مردم آشو بلوچستان تاریخ اسک مهمند یکی گولدسمیتند که نامی کهتند که لاین یک بلوچستان تو که هستیم شانتی گولدسمیت یکی سانسمنه شان دو دانه انگلیس افسر بودن یه دونانی نوشته هم وادی که تو چاره همیه دام نویسک بودد که مرچگی بلوچستان غربی وادی که کاجار حکومت که مثلا پیسرا ماشو بلوچان ایران مردمانی کن چانی مویت کن گیشته گوشتگن گجر یه وادی که روس آوادی تزاری که بیتن روس پدا انگلیس رقیب بیتن تا زمانه دیگه منطقانی که ایران بانتن که کافکاس و آسیای مرکزی که کاجار ترکان حکومت بیتن چه دستار روانتن گرا ای گوشند که ایران نزور بوگن روس دیما داشت نکن پدا انگلیس نلورتا روس تا بچسبیتن نزدیک بیتن آیه بلوچستان غربی نوشتهش هستند که داتگش ایرانا که ایران یک علاقه وقتی دستا بیتند و بلوچستان الله تاریخی همزانی وادی کاجار یحت بلوچستانا واهی همشه درو چیزا ببارتند لاتی کتاب منویت و راستن وقتی ایرانیان نویسو کند شما همیدا نوشتگیش که وادی کاجار یحت بلوچستانی گیر تمام حکومت بومپورا یه تیمان محمد علی خان ناروی حکومتت که معروف محمد علی خان شیرانی اند آن حکومتت و هدیک بومپوری گپتی یاد کم مردمانی لوگا یک شای مثلا چامپ باری نوشتگی چامپا که ما وقتی مثلا وقتی شری سرام زانو کنیم ماتم بود مردمین ودا نوشتگی به کتاب تو کاستند که وادی کاجاریت که سه زرگری دکان بوده ودا این برای زرگر طلایش جتا گفت طلای کارش گفتم باش بزنیم مشر بلوچستان تو کا زرگرانی کار چی بوده بل وادی گوشی که کاجار لشکر شده در کب دیگه زرگرانی کار بند بود دیگه طلای پشت نکرد این نشان رفتن مردم لوگا طلایش هر چیز مردم لوگا هم هستت بردندش دیگه جاگا بلوچستان هم همی کارش کدشان یعنی یاد کم پس با مال هول کنگا کاجار زر پکارت انگلیس بس بلوچستان دا بیاد حمله بکن و بورتی تانه کا مثلا یه علاقه تو که مردم صاحب بکن دیگه آنگو که مثلا رودبار نیمگا چیش کد باشکرد نیمگا چیش کد گیابان نیمگا چیش کد سرحد نیمگا چیش کد حالا مثلا رفتن تا کیچ نزدیک پدا حکومت کلاتا پدا گالین تا چه ودا یاد کن تا پیشنا پدا انگلیس یاد گوشی تا کلاتی نش دیگ دیم روی بکنته اگه انگلیس مثلا اشتگت نزدیکت بیان کسر کند آکما کاودی حماستن آیان په کلات حکومت نوشت بیا ما چطور حمایت کنی بس چیان شود کاجارا چه ملکا در بکنید بل خوب انگلیزا نشتن یعنی در پیش دارید که بلوچستان یک کیسی بین‌المللی هستن از حقوقی و ایشی خوب امیدواریم که بلوچ جوانان و تحصیلات شری سر انجام بدهند بغیر چا مبارزه که بلوچ از حقوقی و تیکن تو زبان بداریتن الله بین‌المللی کیس مطرح کنگ بیتن حالا ضرورتا تو یک شینیک تر استقلال برسیدن بل برای بلوچستان یک حکومت یک بحری چوتی حاکمیت بگیریتن تا یک سیستم حسابی بیتند که مثلا
مقبولیتی بیتن شی بلوچ وقتی ملک و تصمیم بگیریتن یعنی شی که تو وقتی وقتی آزادی لوته شی ضرورتا شینه که تو مثلا کشوری ما به عنوان دموکراتیک مردم نمیشه کشوران مرز بدل بانتین یا کشورانی مرز حتما دارگ بانتین هر ملت وقتی حاکمیت برابری برسیدن و ولی شی کیس بلوچستان الله بین المللی هستن و یه چیزی که ما بلوچی سرا باید افتخار بکنه که ما پیت پیرو کن حداقل یه مقاومت کتگن الله نتون تگش ملک بدارن آیه پده بر دراجکش بیتن مت پده آیه گره درسته دقیقاً بله یکی چه مسائل انی هستش که بلوچ هم بغیر از هویت بلوچی یا هویت مذهبی مثل اهل سنت دیانت یا سنی مذهبش باشن یه مسئله باری هستن که بلوچستان به هر حال یه بار زگری و شیعه و دیگه مذاهب هم بوده هستن یه هویت مذهبی که مثلا تقویت بگیم به هر حال هر کجا مثلا در گشتر بلوچ به عنوان یک سنی معرفی روتند بکنند شما حالا یه مسئله به هر حال چه ایران حکومت نمیگه جواب ورگین یا نه دیگه دستای هستین تو کار کرد هر کسی زن چه ایران حکومت نمیگه جواب ورگین حالا یک جنگ مذهبی و خوب تاریخ مزنینی هستند امی وقت انگلیس یا تا هندوستان و پدا رند شوروی یا تا افغانستان این درستی نه مسائل مذهبی سر تاثیر اشته که می سیستمی که دیوبندی اگین و شانی که مثلا تمشه ملک تو کایت که بلوچستان تو که هم هستین ولی ایران حکومت هم رضا شاه زمانه گنو که گپ نه یعنی سند هستن کتاب هم نویساک بوده که آیا هم مذهب تقویت کرد پس که مذهب بلوچ نزور کنته بلوچ تو که اختلاف چگل داته اما تو گشت بلوچ تو که زگری هستند مثلا وادی بلوچستان تو که سونیگری مهم بود کی سر حملهش کرد اولی حمله زگریان سر بود بلوچ تو که شیعه هستند شیعه وادی تو با سنی بزنه بلوچ تو سنی بزنه بلوچستان جمعیت چونه که مثلا مردم بگوشیدند که 80% سنی چونه بلوچستان بازی سنی شیعه هستند تا هرمزگان نمیگه تا می وقتی میشه اندیگان آب بحری بلوچستان بشنتی سیستان بلوچستان آب بلوچستان بحری بشنتی کرمان و هم بلوچستان بازی بحری شیعه یه طریقه بلوچستان سرزمین تو کام اختلاف جور بیتند و اختلاف چگل بده حکومت بکن یک بحری چه ایران حکومت سیاسی ته بلوچستان امیدا که عباس خالت بری هم وقتی مصاحبه و سخنرانی هم گشت که شاه به اصطلاح چی بوده و هنی هم واش گندگی ایران حکومت ترکا واش بلوچستان تو کا اطلاعات طریقه سپاه طریقه من داد پنگی ترا داد پنگی سپاه من داد اطلاعات ما هم دیگه جنگ بکنه یک دیگه بکشن یک دیگه برات بکشن و هر دو هم پدا بین منت گرگه پایه گرا تیر تو پنگان چایه بزورین آیا زر هم بده او ویت برات بکشن یعنی اختلاف چگل دگان کارن یک ما هویت سنی بکنن تشی یک بحری چه ایران حکومت سیاست آیند و ما بلوچند و هنیگاه هم ماشو گندگین که سنیگری مذهب مسئله ماشما را یک مزنی هچلی یا مشکلی چگل داتن اما وقت ایرانی یعنی مذهبی چه گندگین که دنیا درست جنگین افغانستان همین طالبان یاد که پیسر رنده همت به دنیا درست جنگید آخر نتیجه چی بود آمریکا حمله کرد آمریکا بود دائما و نداری تو آمریکا چی منافع افغانستان و نی افغانستان چت هر کسی جای رو چیزی گیری بیته نه آمریکا رفت افغانستان 20 سال خرج کن بعد 20 سال دیگه نلوتی خرج بکن تا افغانستان آمریکا چی گیر کیته بعد تر تر پس که چیزی نرستی آمریکا و کشوری آمریکا بعد مردمی جوز کنه که رفت که بود ما تا کدی دیگه زهر بده اگه چه بود زهر یا اگه و شر ولی زهر نه اگه نه هر کسی کاری کن چه معامله نظامی تجارتی که تا دیگه کاری که پا فایده واسطی کنته نیشین کانی که پدا طالبان یاد کردن بوده بعد طالبان مشکل کپتگان بیچاره ازانید که مذهب دور نیست مرچی حکومت واسطه مذهبی مردم اگر واقعا خلوص نیتش هستن اگر کامل به خدا به عنوان یک مسلمان مؤمن اعتقادش هستن سیاست تو کار نیایند بیچاره ادا اروپا پیسرام کلیسا تا سیاست بوده گد بل اروپا اودی هم دائما جنگ و کشتار هنچ خاور میاناید زمانی که مذهبی مسئله ویالداد کلیسای که ریاهش رفت بندیکت که پیش ی پاپت آیا یک نوشته ای هستند آیا گوشی که سیاست تا مذهب ایت جای نیستین پس آیا ای مذهب نیمه چاره گنت نه بله ما که به عنوان یک سیاسی یا یه دیگه آدم سیاسی باید بگوشید که مذهب تا سیاست هیچ جایی نیستین اما آدم که سیاست تا مذهب آزر و مرچی گندگی که مسیحیت احترام جور بود تا مردمان دلا پرچیا که زانگند که شام وقتا چه سیاست کنار کشته وقتی همه دابک فکر کنند لازم مذهبی وقتی عبادت انجام دهند و جایی که دستش رسیدن غریب مردم ها کمک کنند مریض یا کمک کنند غریب مردم یا کمک کنند میشه ملکانا سیاست اقتصادی لوٹن تعیین بکنند سیاست اجتماعی لوٹن تعیین بکنند پدا دلال حاکم حکومت دلال کتابه تی مولا گوشه که رئیسی رای بده یا بیای بگوشه که روحانی رای بده یا بیای بگوشه آدیگر رای بده
اون رئیسی چه کاری شهرین که پتا چه شهری مانیته تو بیای بگوشه مثلا طالبان هو بین تو بیای بگوشه مثلا آدگه خوب این خرابه نه تی کار دیگه چیزی هن. دقیقاً مولا اگر دینا ببرد مسجد تا بهتر چشن که پارلمان عبادتا دیگه جایانی دخالت بدن. بعد مسئله که شما شیعه هم به ارال اشاره کد بودی بس تو که بلوچ شیعه هم باره معمولا بلوچی سازمان ها حالا آوره که باید ببید به نظر من البته به عنوان خبرنگاری یه چیزا مثلا لطفاً جست بکنون چه آدیگ سازمان ها حتما آدیگ برنامه جست کنون چه که این سازمان ها نظر در مورد بلوچ شیعه چی واسه سازمان های سیاسی بلوچستان به موضوع مثلا اقلیت شیعه در بلوچستان مثلا باز بحث و بررسی و بیانیه چیزی نده ودا برال ودا چی بگین شیعیان وضعیت چطور بلوچستان تو که از نظر اقتصادی سیاسی و اجتماعی شیعانی مسئله بلوچستان تو که یک مسئله عمومی بلوچستانه دیگه حکومت اگر شیعان مثلا ما شما گندگی ما مثلا اگر تو وقتی منی مصاحبه هم گوش بکنه ما همیشه گوشته بلوچانی که مثلا تا کرمان اکثر شیعان یا هرمزگان یک باری شیعان تا بلوچستان و تو که یا سیستان هم بلوچستان مردم بحری شیعان دیگه ایشان استرا ظلم چه بلوچان جنندام گشتر بیاگین تو بچار مثلا تا کرمان بلوچان وضعیت بوده چه ایدا بلوچستان که ما هستیم که سنی هم بدترین باش کرده حالات هم باز بهتر نیست بوده اگر تو بچار همین سیستانه مثلا سیستان مردم بازین یک شیعه بودند گجر از استفاده کردند به عنوان مثلا سرباز یا به عنوان ژاندارم یا به عنوان یه دیگه البته بازینی هم خدمت هم کتاب بلوچستان این و خلوص نیت واقعا هم مثلا معلم بودند دیگه کارا بودند اگر ژاندارم بودند بازینی په بلوچ واسطه واقعا په سرزمین هم خوب بودند بل بازینی بودند که حکومت مذهبی لازم مثلا سوء استفاده کردند بل مروچی سیستان جنینده بر سیستان زندگی کنگ نبیتن پرچیا که ایران حکومت هیچ تابع دوستی گو مردمان سیستان رگا دلی دوستی نبوده زانتگی شام یک روچای دشمن بنده پرچیا هم اصلا بلوچند که بلوچستان مردمان مسئله افغانستان آب بوده ایران هیچ بشی مهم نزانته نه شاه زمانه نه خمینی زمانه هیرمند آب هوشتک هامون پاک هوش بوده و مردمان وضعیت چماشما هم بهتر بوده باز حالا مثلا ممکنه فردی لحاظ لحظه یعنی واسطه خوب بوده بله لازم ایشی که همشی که بلوچند و بلوچستان مردمند درست آن سر ظلمه بلدی که مثلا شیعه بودن شهر ولایت فقیه هم خدمت گزار ببن شهر بله حکومت هنچو آیان کنتند که آب هجا مرساندند و آب هجا مرساند و برای بلوچ هم و وقت هم استفاده ببندند و برای دیگر هم استفاده ببندند ما تا حزب مردم بلوچستان خب مسلما آزادی مذهبی آزادی دین و آزادی اندیشه پمشیا گوشین که شیعانی هم آزادی دین آزادی عبادت بلوچستان کامل برقرار بی و اگر هم سنی بلوچیا شیعه بلوچ سر ظلم کد ما 100% آیا محکوم کنه و آیا شهر نزانه و بلوچ هم مجرم زانه اما دعوا که اگر یک شیعه یک سنی سر پا شیعه و سنی حساب ظلم بکن آیا هم یک مجرم زانه و محکومی کنه درسته به عنوان یکی چه مهمه سوالا که همیشه به ارال فضای مجازی و دیگه جایهای مسئله سر بحث بید بلوچستان یک مزنه باری به ارال بلوچانی که رنگین پوستن به ارال مثلا دنیا تو که به عنوان رنگین پوست معرفی بند ایشانی باره حزب مردم نظر چی واسطه ایشانی باره به ارال دنینگ بحث بگی دنینگ ایشانی مسئله ته جامعه بلوچستان حل نبید و باز جای حل بید بله باز این جایی که دنینگ بافت سنتی جامعه هستیم از نظر طایفه‌ای و غیره ایشانی مسئله دنینگ حل نبید حزب مردم بلوچستان برنامه چی پیسان ایشانی مسئله حل کنه واسطه و نظری اساسا نیباره حاکمیت مردم گپاک باش بزنید تا حزب مردم بلوچستان شی یک تعریف و تفسیری هستید یکیش یک برابری جنین مردی نه دیگه که ما مثلا جنین به هیچ وجه مردی نه کمتر نزانید و حقوق کامل یک انسانی که ما دو جنین هست ما دو مردی نه هستید چی بدون برو برگشتید بی مصلحت بی حساب کتاب تا حزب مردم تفکر ما را فردی کسی کار نیست بله الله تفکری الله رهبانی الله تبلیغی دابن حاکمیت پدا ما شیام پیسرتر ما گوشته که بلوچستان تو که ما مخالف گوشین حاکمیت مردم پمیشکا که ما زانه تا بلوچستان ایران و حکومت پادشاهی بوده هنی پدا مولان حکومت یاد که گاخوندانی او شکل بلوچستان هم مزانه مثلا سرداری سیستم بوده گو خان و خوانی و ملوک طایفی سیستم بوده هنی مولا لوتی پدا هم خان و خوانین جواب بگیریدن ما پمی خاطره همه که ذات و سکتی بوده کلماتم پیسرم هم کلمه یارد حاکمیت مردم مطرح کتاد که درو برابرند
تی ذاتی نیستن، ذات یک چیز به اصطلاح نه ژنتیکیه، یک چیز اجتماعی بوده. هندیان شیا دیگه مثلا کسی پای حساب چارک ببین تو کیه مثلا حساب کتابی نیستن تو شیا که مثلا تو کی نه، بلکه تی عمل کرد چی تو چطوری مردمیه، تو به عنوان فرد چارک به ایشی که تی به اصطلاح فامیل چی یا تو چه کجام خانواده ایشانا ربطی نیستند و په می خاطر ما را ته حزب مردم بلوچستان برنامه یه دواستند که بلوچ چوک وحدی که ما را بلوچستان حکومتی بیتند ما ایدال مثلا کشوران مثل سنگاپورن، مثلا مثل امارات متحده عربی هن، مثل سوئد هن، بستگی امارات متحده عربی یا بخش مثلا حکومت پاک شیخی نه، ولی چی که مردمان روسیه نه مثلا حداقل درس وانگا و امکانات دیگه برابری داد تا اندازه ای. مثلا سوئد به عنوان دموکراتیکی هم هستند و یک ولفر سیستم رفاه اجتماعی هستند. ایدابی نه شانند که ما مثلا هر بلوچ چوک یک جماعت بیتین آیا حقوق ابتدایی به عنوان یک انسانی تامین بیتین، درس وانگی، بهداشتی، رای پچ بیتین که رشد بکنید. آیا چه هر خانواده متولد بیته، هر جای بلوچستان متولد بیته، این حقوقی باید دیگ بیتین، این حقوق ابتدایی دیگ بیتین و آیا باید حکومت تامین بکنید. و ایشی برنامه حزب مردم بلوچستان هستند که یک همچین تبعیضی مبیتین. یعنی ما زانه این که دنیا تو که خب ما مثلا تو نه وقت گم که مقایسه بکنیم، ما مثلا بلوچستان تو که تو نه وقت بلوچ معلوم وقت که مقایسه کنیم مشکتا، بله خب ما گوشه که نه آیه شهر تا این اندازی مردم مقایسه کردین، بل دنیا بهتر هم هستند. مثلا چوک مثلا سوئد، مالزی هایند مثلا که باز دموکراتیکی هستند یا مثلا اندونزی یا مثلا کشوران مثل اجتماعی دیگه هستند. یعنی تو چشان یاد گیره ضرورتا بلوچستان سوئد بیتین، امارات متحده عربی بلوچستان بیتین، ولی ما دلجم بلوچستان وادی که مردم وقتی آزادی و حاکمیت بیتین، بلوچ سرزمین بلوچستان مردمانی توانمندی هستند که هنچوی دیگه ملکان دیابا پر راحتی و پر آرامش بیت ملک تو که زندگی بکنند. زندگ باته انچو که پیسرا چم ماشما گپ جتا بیته موضوع باره شما حزب بلوچستان استومانگل سازمان UNP و ملت و اقلیت های بدون نمایندگی دنیا برای بلوچ ملت نمایندگی کنگی شما یه باره هم پا ما را و پا گندو کو اشکنو کم توضیح بده که ما دکتر در پیسر وشته مردم بلوچستان یک سازمانی مثلا همشه ما گوشت ما چون تو مثال بلوچیه گاده که تو مثلا بتونه آفشون بجنه لوگانی که قوادی کاری ریچی توپانی کهتن توری ببیک تلوگا تار بکنتن سیلی بکنتن مزانه ایران هم انقلاب بود ماشا بلوچانی نتوند کاری بکنه چون مشون نماینده کهتن مشون نماینده 14 خان و سردار و 14 مولا هستند آیانا هم یه فکراتن که چطور که وطی به اصطلاح منافع تامین میکنه تا یک اندازی. حالا بلوچستان مسئلهش مطرح کنم نکشو بلوچستان مسئلهش مطرح نکن. ولی مطرح کنگی چونه کا گوچه سازماندهی یا گوچه حسابیا. بلوچستان مثلا یک چیزی نیست. بعد دومی مسئله شد که یک بحری چه بلوچستان تحصیل کرده آنتان. که جمعیتش محدود است. بلشان چی بودند؟ شان رو رفتند که سازمانان چپ پیگا بر اساس اعتقاداتی که حزب توده تا ایران کشته گفتند که رند فداییان و مجاهد و پیکار دعوایت کند رفتند تا یه تشکیلات ها مثلا نتونتش بلوچ سازمان و حزب سیاسی شریس را جور بکنند. و تو که پروشتند تن آده بر رفتند. نی ما حزب مردم بلوچستان لورین که بلوچ قوم مسئله بلوچ ملت مسئله شهری سر دنیای تو کم مطرح کنگ بیتین همین حساب ما لورتد که بحرانی که دیگه ما را هستند بحر بین‌المللی هم مطرح کنگ که بلوچستان بین‌المللی شناختی نیستن حزب مردم چه مابلا کرد بوده چه ما پیسری روچان کرد بوده ما را همدیگر یک کار شروع کرد بعد سازمانان یک ملتان تا سیستم تا ایران مثل کرد و ترک و عرب با همدیگر رابطه جور بکنه و ایشی یک شرکتا ای طریقه ما بهتر گندگ بیتگیم ای طریقه ما گو سازمانان بین‌المللی رابطه جور کرد مثلا ما اولی جلسه ای که رفتیم دانمارک پارلمان آید و مثلا UNP هم یاد کرد ما نام یش کرد ولی ما ندیست که آشنا بود گونش آشنا بودیم و رنج چایی هم شما گوی ارتباط برقرار کو باز کی بودین و این طریقه تا UNP طریقه ایشی که مثلا هر کسی دنیا تماس بگیرید دنیا جوابی نده باشه دنیا باز مردم از تماس گیرن نام نویسگن شکایت کنن یه مسئله است مثلا سازمان بین‌المللی ولی ودان یک مؤسسه یک اینستیتوت جور بوده ما این طریقه مثلا تماس گرفت در رنده و دیگه کشوران و سازمانان و دولتان بلوچستان هستند نه اینکه مثلا ما رابطه ودا مثلا چولات دیگه را که مثلا بیا ما
چی بکنه برین جنگ بکنه یا فلان بکنه. نه، ما گفته آقا بلوچستان محلوک هستین، شما را خبری گو ایران هست، شما را دنیا تو که باند روش بدلیه کهتین بلوچ محلوک گورسی و بلوچ محلوک صاحب ببندین. اگه بلوچ محلوک صاحب ببندین یه ملک تو که آرامش نوید. نه چون بلوچ هم پیسر پیش داشته تو پرتغالیات که انگلیسیات که انو فارسیات که ما بلوچش قبول نکنه و هر کسی دیگه به هر طریقی ما قبول نکنه. باید بلوچ حق دیگه بیتین. ما این طریقه بلوچستان مثلا از بین‌المللی مطرح کتا دیگه ما برده. هر جایی که ما لورته مثلا برویم بلوچستان مثلا مطرح بکنه رابطه پارلمان کنفرانس انت دیگه دیگه و این طریقه و ایشی هم شهر بوده. ایشی پدا ما سیستماتیک بیاگا سازمان یافتگی و توانمندی بلوچ از مردم بلوچستان پیش داری تو وادی که ما گوشتم یک آپشن جن لوگان که لوگ در ما وادی طوفانی کهتین پدا که تغییر تا ایران بیتین یه بری بلوچ مردم ها یک تواری دیگه هستید یک پر رهبان وتی خبران مطرح کنند په حساب کتاب مطرحش کنند په این خاطر نه که فلانی چون خانی بروت نمایندگی کن بلوچستان فلانی چون مولایی بر بلوچستان نمایندگی بکن بلکه با یه نمایندگی باید یک حزب سیاسی بکن یک جنبش اجتماعی بلوچستانه پوتی جوشیا جور بود یک حزب انقلاب نکن تغییر نیاری جنبشان اجتماعی جنبش اجتماعی برای جنبش ملی جور بیتن باید کسی جور بیتن تو کسی که برد تورین جوا شهر کنه آب پتی جاگا بروتین سیستم سیاسی بلوچستان یه برای بخاطر یعنی تی نماینده سیاسی بمانده تیز مردم مثلا هم چیز روتی اجرا بکنند هم در سطح بین‌المللی هم در سطح ایران یعنی هر نگاه که تو مثلا به بلوچستان باره هر کسی خبر کردید حداقل تا اپوزیسیون ها و تا بین‌المللی ها درو حزب مردم نمیگه چهارانتین و چون که حزب مردم بلوچستان مثلا ایدید یک بلوچی و به عنوان یک حزب سیاسی مطرح کردید و این موافقت حزب مردم و می یون پیو هم آنچه که زانت حزب مردم بلوچستان بوده چون نقشی سگ شهر بوده توانمندی باز پیش داشته ما باید شخصا مثلا دورنده به عنوان رئیس یون پیو مثلا چی بودگون انتخاب بودگون و تا یه دوره هم یون پیو مثلا باید که دچار مشکل شو برای پیشریم جنرال سکرتری واقعا باز کار کرده یون پی تاریخچه پیشرتر ما کلاب هاوس ما گوش دیگه بری خبر کنیم گشتشی باره بل خب یه دوره که من پرزیدنتی بودم یعنی یون پیو هم کارمند گشتر کنک بودم و همشی که درآمدی بوستر کنک بوده یعنی یون پی هنی درآمد نسبت به پیسر چیزی که بودگی 200 خورده درصد رفته بورزا یعنی شی یک مزنی موفقیتی بوده تا یه دوره و ما باید خوب یک سری نقش بوده منیجمنت کمیتی مثلا یک کمیته مدیریتی جور کتک به یون پی او که 4 اشتراکا یون پی او دیما برگ بیتین و نوکین مثلا جنرال سکرتری مثلا استخدام کوت که ما باید مصاحبه کتک و استخدام کت و شری سر فعلا کار کنگین و کارمندانی که بوده مثلا پیسرتر سک محدود بودن هنی کارمندان حداقل دو برابر بودن و درآمد یون پی او 200 خورده برابر بوده ای طریقه مثلا کارانی که انجام دهید بودن باز منتوار واجب العاده که شما وقتی وعدهش تو ما برنامه آد که شرکت کد شما را اگر گپی ابری په ما بیننده هستیم بگوشید سلامت به من پیش هر چیزی پدا چهاریان تیوی و تمامی برات بارانی دا کار کنندین و دوستان کرد و تا که یه امکانش به ما شما اشتک پدا تشکر کنون آنی باز مهربانی و همیدا بجتو که پروگرام جور کتک و ایده هنگان کار کنگه امید تینت یک روچی مشوروتا چه همی جابک جوانان کمیت که یمی کارم بسیکتان و کم کم مشوا بتونیم وقتی تلویزیون بلوچی هم ببیته یک روچی زنده باد باز منتوار بانکو واجهانی که ما برنامه چارو کند منتوار که وقتی وعدهش تو ما برنامه چارید شب و روچ باش